همین گونه که فرزندتون رو دوست می‌دارین یک پسر گفتین داریم همین گونه مادر رو دوست می‌داشتین یا پدر رو اینا گفته که بودم بزاج و رحم سینه رحم ندارم اما ای همه فرزندا با فکر من دیگرتر بودم کار می‌فرمودن گشنگی می‌مردیم نمیگفتم که دون میتی نمیتی با خواهش خودتون مثلا عروس انتخاب کردین اویلا داشتین که در کانونا دادن شما را نه اولام طرف خودش دختر عقمه میکنه دختر دودار میکنه هند دوست داشته ما اورچما کدام سال در شهر دوشنبه زندگی میکنید 84 دوشنبه خیلی دیگرمون شده یا دوشنبه ها بوده ای پیش وقتی نبود پیش وقت ها با فکر ماشین نبود با حضور می رفتیم کدام دورای جوانی را بیشتر اکا به یاد میاریم اکا دورای ما خوب بود جوانی حضورت نمیدونم رنگمون نیست کار میفرموندن گشنگی میمردیم نمیگفتم که دون میتی نمیتی که خودش نتیا که خودش نتیا یعنی که همون یک احترام نسبت کلونا بود البته نسبت کلونا احترام بود خوز نیست خدا اکن خودش نگاه کنه خوز احترام سیسته گاب سیسته شدی پدرو گاب میزنن نگاه میکنن با خواهش خودتون مثلا عروس انتخاب کردین اویلا داشتین که در کانونا دادن شما را نه اوچا هند دوست داشته ما اوچما ما میگفتم که اوچا هم یک کنه که پدر نغزش بینین دوی بعدش نکنی مادر روزی نکردی خدمتش نکردی از کجا نغز میبینم مادر نامش نگویی اوچا نگویی اما نگویی خولا نگویی یک کامپیر بگویی اوزدار میوه بله نمیشه صد فیجه گفت اوزدار میوه الان یک از شما را بعد مادر خودشون انتخاب کردن ها؟ ای ما را مادر خودشون انتخاب کردن گفتم یک کلین کنه که اوچه که با شما معقل باشه گپ شما را گوش کنم اینا گفتن همین فوتی ها دختر خوبه همسایه بودن ها؟ نه همسایه قشلو او همسایه قشلو همسایه قشلو زندگیش خیلی گذشت با؟ میشه خدا باش کن بر رجاگی مادر نمیشده یوخی ها؟ ختم انتخاب نکنی عشقی نکرده نه میشه وا اگر با پیشان تقدیر نمگه پای دختری با فهم باشه دختری با اخ باشه گوی که خیلی من دیگه زندگی ما بود اکن دختر خداش شوهر شای بله خدا نه شوهرش شوهر یعنی که بله شوش شوهرش اگر روزی باشه وای برکه میوه همین روز اگر هم مادر بزرگوارتون میشد برای مادر چی میکردید؟ حالا اکن حاضر ما زور گریه میکنیم کنی مادر بیوه مادر بگیم وقتی که مادر بود عقل نبود مادر رفت عقل آمد علاج نیست برای ما یگانه پسر دارم میگم که تو هیچ تو در دست مادر تا حرمت کن حالت هایی بدن که مادر یگام سخن گفتن که شما رد کردین و امروز پشیمانید نه من نمیکردم رد برای که من کنجگی خونه بودم مادر من دوست می‌داشتم مادر من نغز می‌دیدم احترام می‌کردم که مادر ما 36 سالگی است به شوهر ماند نه که ما را کلام کرد ما صغربدگی ما را حس نکردیم خدا باش کن اینستیتوت خوندی خب اکای جون کدام لحظه های مثلا همون از حیات مادر در یادتون مانده است که همیشه پیش نظر میارین و بسیار غمگین میشین مادر ما خدا رحمت کنه کسلی شوش داشتم فهمیده همین وقتی که کسلیشون ارج میگرفت پوچوشون روشون ورم میکرد با میفتن که بچم همین ورم اومد دم اومد ورم اومد من میمرم میگفتم یه اوچه جان گفتم حالی نغز میشی بعد بردم همین دیاگنوز که سنتر 2009 2003 بود یا چورون بود یک ادام خدا اونش درست کنم همون جده اینفکسیونیست بود همین ایما گفت که یکمون زبان خط بده که همین مادر مو تشخیص گذرونه کس اسکوپیا میگن شوشه توزه میکنم شلنگ درون کدا گریه کدا ما عریضه نستم که یگون چشات اوچه بیچ نمیکنیم 11 روز اوچه ما ماشین یک جرام قطعی می آوردیم خونه خوب بو میبردیم فقط مغز خلب اصل شیر میدادیم دیگه یگون چین بعد اوچم 8 سال گشتم از من کسی اخدم کلون خردم این اما از اوچه ببینیم زبان ما هم خنای اوچه بگیم تو اوچه ده احترام کن اوچه ده حرمت کن اینا هستن و دمایی که نگاه نمیکنن از خاطرهای پدر اکا چی به یاد داره؟ خاطری پدر اکا من دینیم ساله بودم میگن اکام خونگی ما میگن که دینیم ساله بودن پدر میگذشتن
اگر پدر میشه در این ماشینه که حوض بسیار زندگی را پیش میبره برای پدر توفه میکرد نه؟ البته تا پدر راضی نباشه خدا یگان روزگی نداره بودم در دوره جوانی اگه یگان بار ارزوی کرده که میگفتن کاش پدرم میشد یگان لحظه‌ای شده بود البته میزنن تا سرت میکنن دباغ نمیمونن میوقت چینی نمیمونن بعد اون وقت گریه میکنی زوره میکنی که کاش که ما بعد مکتب بود مودا یورده میکردن یکی دوره شوروی هم بود من سال 84 مکتب تموم کردم در مکتب میونده سغره میگفتن یک قوم قصد جنگ میشدیم گریه میکردیم و خدا رحمت کنه یا معلم داشتیم اسماعیلوف میگفتن بیچاره مردن بسیار مردن و اون که تسلا میدادن دستگیری میکردن میگفتن که شما سغره نیستین خیلی شان بود. خب برای نفرانی که اگه پدر مادر ندارن و یا که اونهایی که پدر مادر دارن چی گفتن این طرف دیاگنوز که میاد نبود ولی دور کن برای که ندارن برای که دارن ندارن برای هر چی گفتن ما گفتنیم که اگر داشتن حرمت کنن نداشتن اشته چی بود دعا کنن در حقشون خودشون با فقط پدر میشن و ما یوشو را نصیحت میکنیم میگن که فقط چی کار تو کردی بچت ده حمقه میکنه او زیاد نمیکنه. بله 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 یک پسر داری اکا؟ یک تا پسر دارم اومه جان دو سخت دوستش داری اکا؟ اکا سخت اکا فرزنده اکا خدا توفیق شد چه دوست میداری نصیحتش میکنی که اکا نامتون چی گفتین؟ نیک مراد اکا نیک مراد هم؟ اکا نیک مراد همین گونه که فرزندتون را دوست میدارین یک پسر گفتین داریم همین گونه مادر را دوست میداشتین یا پدر؟ البته اخ نداشتیم که دوست داری نه اخوان درموده بار راست شب و اکا نیک مراد بار همین شده است که مادر را گفته باشی که او چجان دوستت میداره البته خیلی نمیگی اونا گفته که بودم مزاج وید رحم سینه رحم ندارم نمیسه وای گفته که این چی بندی پوچوش میموندم چما اما ای همه فرزنده با فکر من دیگرتر بودم ما دوستشو میداشتم حرمتشو میکردم انا وقتی شد که چهره سماقان اینی دوشنبه وردگیم یک کوپاچه بولش قطعی در ماشینی خیلی راز 53 که رنگ اتوبوس هم خیلی قطعی اومدیم در اونجا راگون زدیم یه چی روزا بود. بله پسرتون شنو داشت؟ امید جان خوب شما کو با توصیه مادر اویلا داشتین امید جان چیه؟ امید جان فرزند شما خودشون انتخاب کردن که شما شما انتخاب کردین که نه ما وقت دادم گفتم بچه یک مدت سرو بیا گفتم اول خیلی حواسمنده گل حواس انجام بعد همین کلی که ما کردم یا وقتا ما میدونستم با یورا یا وقت گفتم که قلین گجم کنی که اون روز دخترها بچه ها قلین کردیم پولکی میشن فهمیده بعد شتم اولام طرف خودش دختری عقمه میکنه دختری دودار من میکنه من گفتم خیلی جورا بعد یه روز امید داشتم گفتم همین زندگی من زوره از زوره زندگی دختر تا بگی فهمیده بعد دیگه خوش رو فهموندمش فهمیده بعد نشید بعد شتم همه خد با اوچه همون کلیم در تلفن کردم گفتم که حالا قلنگ جمع شد نمی هم قگاو قطع توی شد 20 روز در طول کرده یک خش یعنی خش تبارت کلی کرده اوه خش دور چکل بگو همسایه مونا همسایه قشلوق مونا بهتره همون قگاو قطع با کلی کردیم زندگی اومه جان شکل است اکن نه یک مشت خوب است آخر زندگی خوبم از همه اول بغض میشه الحمدلله خوبه با دختری خوندگی بده کلین نغزه بهترین بعد از شما فرزندی گفتن کنجگی خانه در خانه دهات کی است هم بعد مادر و پدر گذاشتن خانه را اکای کانون شما شهر اومدین نه ما بریم مثلا خانه در همین شهر است اساسی اساسی در شهر تمنیات شما برای مردم جوانا رحم وای چی میگن دلسوزی رحم یادگار فهمی عزت حرمت لیکن خورده آیات شما نبرورن که کلون حرمت کردن او بیرایگاه نیست او داخلش میگرده بله میگن که خوبی کن در آب پرتون خوبی کن بعدی میگرد بعدی نکن که بعد بار میگرده گفتم همجا میفرشم بیشتر اگر اون کمری دمان که ما یک راه یکی کلیدا رفتن گیرم نه اینا